سام زنزلیلم. چی؟ زنزلیل. خانمم تازه سرم خانممه. گفتی یه بار. نه این فرق میکنه، از دو زاویه دید مختلفه. سر کار نمیری؟ نه دیگه، خانمم کار میکنه. چیکار است؟ مهندسه. چی؟ مهندس. خانمم قول داده قاب گوشیمو عوض کنه. این خیلی مردون است. زنم به هم پول تو جیبی میده. خانمم دست رو سرمه. روزی 5 بار جارو میزنم تا یه شب بتونم فوتبال ببینم. تو خونه حرف منه، کسی حق مخالفت نداره. به به، آفرین. آره، بگم ظرفا رو من میشورم کسی حق مخالفت نداره، خودم میشورم. میرم دستشویی رو بشورم. خیلی خوش آمدید. خانومم گفته تو زیر نزن، خفه شو. همسرم دستش حساسه، خودم ظرفا رو میشورم. کارت چیه؟ خانه دارم، شستشو و نظافت. یه لگزوس خریدم واسه خانومم. ماشین خودت چیه؟ کویک. چی؟ کویک. چشم ارباب. خیلی عصبیه. چشم عزیزم، غلط کردم. آقا من استخر نمیتونم بیام. کیو کید؟ بابا من مرخصیمو هفته پیش استفاده کردم. بابا چه رفتیم کباب خوردیم. خانمم اجازه نمیده. نه خانمم اجازه نمیده. نه اجازه نمیده. فامیل فقط فامیله همسر. بعدناق فامیله. با خانوادم رفت و آمد نمی کنم. باعث جدایمون میشن. فقط با خانواده پدر مادر همسرم رفت و آمد میکنم.